سوال خلق میکنیم. من گفتم نه دیگه من جوابت را دادم. گفتی چی ببین شما صحبت نمیکنم برادر. نه مسلمان هستی خب برادر، تو میای در خانه، نه مسلمان هستی گوش کن، در خانه میای، نه گوش کن ما گوش کن آمدیم که دین اسلام اعلام بتم، تو مرا کنوینس کن. یک دقیقه خب اینو من برایت میگم، اعلان من برایت میگم، تو در دین باش. خب گوش کن، آمدی سوال کردی من جوابت دادم. این حال سوال من از تو هست، سوال به سوال دیگه. تو آمدی در خانه، خواهرت با یک دانه افریقایی است داره سکس میکنه، تو باید چی کنی؟ مایک تا باز که جواب بده. بر صاحب الهوست بگوین، من بدونم اما چیز گپ نمیزنم، مایک ما بند نکنن. وقتی که من گپ میزنم فکر میکنم واضح در حالی که بند سوال صدای من نمیشنوین. خب این حال با افریقایی رو چی میکنی؟ خواهرت چی میکنی؟ اینا بگو برای من. برادر اجازه بدید، تو گفتی که من دانش پاره میکنم، اما در یک جای میباشی تو اونجا حضور نداری، چی میکنی؟ خب نه، تو سوال کردی که بالای خواهرت تجاوز میشه، تو چی میکنی؟ من گفتم از کنش تا دانش پاره میکنم. خودت اونجا حضور نداری برادر، فیزیکلی اونجا نیستی. خب وقتی که من حضور نداشته باشم دیگه من کاری کردن نمیتونم. تو وقتی که تو از من سوال میکنی که چی میکنی، پس من اونجا من حضور دارم. این حال من از تو سوال من از تویی است که تو میای در خانه خواهرت را میبینی با یک افریقایی در آلمان یا نمیدونم در امریکا، چی میکنی؟ دین تو برای تو چی گفته؟ گفته چی کن؟ از لحاظ من دین نمیگم، از لحاظ منطق میگم، یا که من او را میکشم یا که مرا میکشن. این از لحاظ منطق برش میگم. از لحاظ دین که برای تو اجازه نداده که تو را بکشی. تو که نمیتونی منطقی باشی. منطق که من باید استفاده کنم از منطق. نه تو خب منطق نمیتونی داشته باشی چون تو دین داری. دین برای تو گفته برو 4 دانه شاهد را بیار که خواهر تو سکس میکنه با یک افریقایی. حالا برادر من براتون چند بار بگم من از آدرس دین امروز شما صحبت نمیکنم. نه خب تو از آدرس دین نیامدی، ولی تو مسلمان هستی. تو باید طبق سنت محمدی تو باید رفتار کنی. تو که به منطق هیچ ربطی نداری. ایره خودت باید تعیین کنی که من مسلمان هستم، یهود هستم، هندوستم یا عیسوی هستم. نه خودت گفتی الحمدلله مسلمان هستم. تو بگو که من مسلمان نیستم که من این سوال را از تو نکنم. خب فعلا من امروز تو میگم از آدرس دین که تو صحبت نمیکنم. نه من آدرس دینی کار ندارم. آیا مسلمان هستی یا نیستی؟ شما کسایی هستین که فری تینکر میگین خدا و من نه مسلمان هستی یا نیستی؟ من خب فری تینکر هستم، من افتخارم میکنم. تو به مسلمانیت افتخار میکنی یا نمیکنی؟ چرا از یک شاخه به دیگه شاخه میپری؟ تو از لحاظ نمیپریم. به سوالت بسیار خوبم پاسخ دادم. به مسلمانیت افتخار میکنی یا نمیکنی؟ این منطق فریتنکر این قدر است که یک سوال جواب داده نمیتونین برادر. که اگر یک جواب ندادم برای تو، جواب ندادم برای تو. بسیارم قشنگ جواب داد سایکو. اگر ببین آقای پایا میگه من یک فریتنگر